بچه عزیز، امروز درس تاریخ و چهره‌های تاریخی رو ما باید ببینیم کیا بودن و چی کار میکردن. خدمتتون عرض کنم که همیشه ناپلئون تو جنگاش لباس قرمز میپوشید که موقعی که تیر میخوره لشکرش خون و نبین و رویشون از دست ندن. اجازه ما هم به خاطر همین تو دعوامون شلوار قهوه‌ای میپوشیم تا وقت ریدیم به خودمون کسی نفهمه. کمشور، من منظورم این بود. اصلا شما میدونین چرا ناپلئون تو جنگاش از کمربند قرمز استفاده میکرد؟ آقا اجازه آقا. بله. برای جلوگیری از افتادن شلوارش بود، در ضمن پرسپولیسی بود. علالت داشت واقعا نتیره. شما میدونین هیتلر چجوری زیر دریایی رو در جنگ جهانی دوم غرق کرد؟ ساکت آقا، کاری نداره که آقا میاد دم زیر دریایی در میزنه فرار میکنه، یارو میاد دم در وا کنه اونجا پر آب میشه و اون غرق میشه. بابا کاری نداره. من نظرم اینه که صبح پنیر نخورید شما. به خدا فسفر مغزتون رو اومده پایین، اصلا عقل ندارید. تاریخ مغول شما به من بگو که منو داری بربر نگاه میکنی. تاریخ مغول از کجا تا کجا بود؟ به نام خدا فکر کنم از صفحه 39 تا 41 بوده. وای تو هم پنیر نخور، تو یه چیز دیگه هر چی میخوای بخور. دلاورترین و شجاعترین مرد تاریخ به نظر شما چه کسی میتونه باشه؟ بروسلی دادا. پسر شجاع؟ پسر پدر شجاعش بتمن. خودم. آقا پدر مرحوم شما؟ شجاعترین مردم کسایی هستن که خجالت نمیکشن و دست پدر مادرشون رو میبوسن، نه سنگ قبرشون. باریکلا باریکلا، به افتخاره. واو ساچ واو. آقا اجازه. ها دستشویی داری میبرو. آقا تو همونجا باش. بچه های من کی میتونه یه نماد آزادی رو بگه چیه؟ آقا اجازه، زنگ مدرسه. چه ربطی داشت؟ چون هر موقع زنگ مدرسه میخوره ما تازه آزاد میشیم. I'm sorry for me. یعنی واسه خودم هم دیگه متاسف شدم. بچه ها چقدر زمان داریم؟ ساعت چنده؟ در حد 2 جمله که با بینندگان خدافظی کنید. فرار کن. بفرمایید. آه سلام. جانم. آقا گچ می‌خواستم آقا. گچ بیا بعد. برداشتی برو. آقا دست شما. عجب خریا. بچه ها قوی ترین مرد دنیا کی بوده به نظرتون؟ آقا اجازه، صابخونه. چرا؟ یعنی با یه حکم تخلیه چله زمستون اساسیه رو زن و بچه رو آواره میکنه کف خیابون، هیچی هم نمیشه بهش گفت. آقا تا حالا دیدی صابخونه به خاطر که مستاجرشو اذیت کنه 3 ماه کرایه رو جلوتر بگیره؟ نه ندیدم. بابای من این کارو میکنه. وقتی واریزی بانگیا جیگرم کباب میشه. حاجی به آقات میرسه ولی چه آدم بی... آره میدونم. میخندی؟ واقعا میخندی؟ اون عکسی رو که با هم گرفتیم و چند سال دیگه میشینی نگاه میکنی میبینی محمد معماریان شده دکتر، حمید شربتی شده مهندس، مهدی امینی شده بادیگارد، مهدی تبریزی شده پروفسور، حامد تبریزی هیچی نشد. خفه شو دیگه. اون گوشه تصویرم که میبینی آقا معلم وایستاده که توی سانحه تصادف جاده‌ای رفته زیر تریلی 400 تیکه شده. شادی روحش صلوات بفرست. این چی اومده تو ذهنت؟ آقا اجازه، خدا نکنه آقا. علالت باشه. چی بدی میاد؟ بلا نسبت
از این میاد. تو چند وقت یه بار همون میری؟ آ شرمنده خدا وکیلی از وقتی فهمیدیم امیر کبیر رو تو همون کشتن دیگه وجود نمیکنیم بریم همون. چی بود عرقیجاتی میاد؟ حامد داداش یه چک خوش کن بخور این 500 تا. آ شرمنده تو رو. آب زیاد. یعنی همه آدما مثل تو فکر کنن که اینجا لجن گند برمیداره که. بچه‌ها کی میتونه یه جمله تاریخی بگه؟ یا اجازه بگو عزیزم. بابام پارسال جلوی مهمونا گوزید. خب این چه ربطی داشت؟ کجاش تاریخی بود این جمله؟ آخه خیلی حرکت تاریخی بود. هیچ موقع از یادمون نمیره. نه خودش نه صداش نه بوش. حامد تبریزی این که نتونست جمله تاریخی بگه، تو بگو. چند روز پیش رفتم سوپرمارکت یه پنیر بخرم 5 دقیقه بعد برگشتم همشون رو زدم. من کاری به گندگوییت ندارم. تاریخش کو؟ کجاش تاریخیه؟ همین دیگه پنیر فاسد بود تاریخش گذشته بود به خاطر این همشون رو زدم. محمد معماریان تو یه جمله تاریخی بگو. آقا ما سوال تاریخیمون رو نیوردیم ولی یه مار رو بردیم. میخوای مار ما رو ببینی آقا؟ گوش. اینو نگاه شما. این مار منه. کبراه؟ کبراه. باری کرد. قدم بخورده آقا. نیشم میزنه. آره. ایوالله. اوکرم آقا. خاک تو سرت. حمید شربتی تو یه جمله تاریخی بگو. آقا اجازه آقا میگه که آنچنان رونق اقتصادی برپا کنم که اون 45,000 تومانی اصلا به چشتون نیاد. من اینو یه جا شنیده بودم. یه بنده خدایی میگفت آلندلون 1985. خالی میبست. خالی بند بود. آها رونق اقتصادی. سرگونو میخواد؟ بهادر تو یه جمله بگو. آقا مارکو پولو میگه اون خرمایی که شما خوردی من با هستش بازی کردم بابا. اگه نمیدونی بدون. من خودم تو فیلم سینمایی شیش و بش اینو به امین حیایی گفتم این خرمایی که تو داری الان میخوری ما بچه بودیم با هستش بازی میکردیم. مارکو پولو کیلو چنده؟ خب الان چیکار کنم؟ دست بزنم با سر؟ عبدالی تو یه جمله تاریخی بگو. آقا اجازه تاریخ بازسازی گذشته بر اساس اسناد و مدارک است. باریکلا عبدالی باریکلا. یه الف بچه نگاه کنید جمله ای گفت که اصلا منو به هم ریخت. ادعاتون میشه همه کلا اینقدر این چه قیافه باز خودت درست کردی سر صورت زخمی میای مردم ازت بترسن. اون یکی نگاه کن مار میاره سر کلاس. تو بهادر نوید فکر میکنی من خرم نمیفهمم داری عدد در میاد چشات چپ اینجوری میکنی برای من؟ آره تو چی؟ من این چیه تو یاد گرفتی؟ اون یکی مهدی امینی بهش میگم برو گچه تختی برفتی گچه ساختمون آورده. شعور کجا رفته؟ خاک دوست داره همتون. تو خاک تو توالت هم زرت و پرپری تو توالت فکر میکنی من نمیدونم میری اونجا چیکار میکنی؟ اینجوری برو تیردو مشتری داری. برو تیردو. آقا این معلم خیلی تو مخی ها. من اصلا باش حال نمیکنم تو عمری. داداش کی باش حال میکنه که تو حال نمیکنی؟ بچه ها میخوایی یه بلای سرش بیارم؟ نه آقا گناه داره نکنی. یه چند روزی تو جمع ما باشی به این چیزا عادت میکنی. آقا من برم دستشوی زود برمیگردم. برو چرا اینجوری؟ کلا دستشویه. بچه ها یه فکری به سرم زده. چه فکری؟ بریم بهتون بگم. تیردو کنسله. داداش این داره چیکار میکنه؟ حامد زیاد وا نکنی یا داداشی خیالت راحت باشه. در حد یه تصادف کوچیک دارم باز میکنم. یکی دو هفته نبینیمش حال دلمون خوب میشه مشتی. 4 شاهکاردون رو وا کرد. آجی نکن گناه داره. اینجاست. با ما باشی به این داستان عادت میکنی داداش. دل رحم نباش. بیتی چی قایم کردی؟ والا خودم هم زیاد در جریان نیستم. فنیم اونجوری قوی نیست. این پدالا چیه؟
پدالت چه اینه چند تا میبینی تو؟ 2 تا پدال دیگه. بابا با سلموسو 2 تا پدال نو فروش هستی؟ پیداش مال مردمه. نمیفروشه. بچه‌ها سابقه نشه آقا مال اینقدر دیر بیاد. داستان ماستان نشده باشه. کجا رفته؟ ساعتو نگاه. بمال بشینید. آقا یالا ماشاءالله شما باش. آقا بفرما. بفرما. ببینید شما آقا. یالا ماشاءالله. آقا دراش داد. بسایه آقا. بفرما. بفرما آقا. بفرما. بچه متاسفانه این معلمتون هم دست دادیم. آقا علتش چی بوده؟ تو حادثه رانندگی ترمز این کار نکرد رفتن ته دره. بابا خدا وکیلی من در حد شکستگی روغن ترمزشو خالی کردم. گفتم کم واکن آمد. از اداره درخواست معلم جدید کردیم چون نیرو نداشتن فعلا با این آقا سرقین دو معلم جدید بیاد. بیا تو بینم.